در شهر پکین پایتخت چین آزمون 27 بین المللی پاسداران صلح دانشگاه‌های جهان ود یونیورسیتی پیس سرویس کورپس نتیجه گیری شد. تاجیکستان در این آزمون برای نخستین بار در سیمای دانشجوی دانشگاه اسلامی و قرقیزی شهری بیشکک نصیبه نایمخونова معرفی گردید و در بین 70 کشور دنیا برنده جای هفتم شد. گران پری یا جایزه را نماینده پیرو و جای اولی آزمون نصیب نماینده چین گردید. نصیبه نایمخونова در راه بازگشت از چین در فرودگاه شهر الماتای قزاقستان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی روز 29 ینور گفته است که از مقام گرفته‌اش خیلی راضی است. نصیبه گفته است انتظار نداشت که در این آزمون بین المللی میتواند برای کشورش چنین مقامی بلند را به دست آورد. جای هفتم نصیبه به شرافت پشتیبانی اینترنتی هوادارانش و هم سخنرانی و برآمدهای او در آزمون بوده است. نصیبه میگوید من خیلی راضی هستم چون که من نخستین نماینده تاجیکستان بودم که در چنین آزمون بین المللی از شرف وطنم حمایت کردم. برای اولین بار این یک نتیجه خیلی بلند است. وقتی به افتخار من پرچم تاجیکستان بلند شد مرا یک احساس نجیب افتخار از کشور فرا گرفت. طبق مقررات آزمون در آینده نصیبه می تواند شرکت‌دار کنفرانس و برنامه‌های ویژه سازمان ملل متحد شود و در تبلیغ صلح در جهان سهمگذاری کند. نصیبه نایمخونова زاده ناحیه اشکاشیم ولایت بدخشان تاجیکستان می باشد و او با کمک برنامه بنیاد رشد آقاخان برای تحصیل به قرقیزستان رفت و حالا در سال سوم بخش ترجمانی از زبان‌های انگلیسی و فرانسوی دانشگاه اسلامی و قرقیزی بیشکک تحصیل دارد.